درود بر شما دوستان عزیز، بسیار عزیز. خیلی خوشحالم از این که الان در خدمت شما و خوشحال میشم که در خدمتتون بتونم بخشی از اون چیزی رو که دریافت کردم با شما به اشتراک بذارم. خواهشم از دوستان اینه که تا جایی که میتونید لطف بفرمایید دوربیناتون رو باز بذارید تا دیدارها تازه بشه و اینکه بتونیم با همدیگه به واسطه حضور قلبیمون ارتباط برقرار بکنیم. حضور قلبی که در این مدت که ظاهراً در خدمتتون نبودم پیامهاش، ارتعاشاتش حس می شد و من میخوام تشکر بکنم از تک تکتون. در جلسه آخری که با هم بودیم من خواهش کردم ازتون که برام دعا کنید، انرژی های خوب بفرستید و خب اتفاق افتاد و میخوام که تشکر بکنم ازتون بابت این موضوع که انرژی های خوب شما بخش مهمی از راهی بود که طی شد. مثل همیشه اسلایت های آماده شده که در خدمتتون من به نمایش میذارم و برای اینکه بتونیم بهتر این موارد رو در وجودمون جذب بکنیم توصیه میکنم، دعوتتون میکنم به اینکه چند لحظه ای رو در درون خودمون و با قلب خودمون خلوت بکنیم تا این اتفاق بهتر بتونه برامون بیفته. پس لطف بفرمایید چشاتون رو ببندید و بذارید بدنتون آرام باشه، فارغ از هر گونه دغدغه‌ای در خلوت درون و با قلبتون باشید. چگونه؟ شونه ها رو بندازید و قفسه سینه رو رها کنید. اجازه بدید شکمتون هم رها باشه. بررسی بکنید ببینید اگر بخشی از شکمتون انقباض داره به هر دلیلی، معمولا خب ما شکممون رو جمع میکنیم تو حالات مختلف احساسی، رهاش کنید. مثل وقتی که میخواید شکمتون رو بدید بیرون، حتی میتونید این کار رو یه بار انجام بدید و بعد رهاش کنید. وقتی که شکم و قفسه سینه رها میشه، بخش مهمی از انرژی های درونی ما فرصت پیدا میکنه که بیاد به سمت بالا، به سمت سرمون. و بنابراین حالا اون بخش آخری که بهش نگاه نیاز داریم، گلو رو هم رها بکنیم که دیگه این انرژی که میخواد بیاد بالا از گلو هم رد بشه، بره توی گوش ها و چشم ها که به انرژیشون خیلی احتیاج داریم. بذارید عضلاتی که مربوط به داخل گلو هست رها بشه. موجی از انرژی های خوب به سمت بالا میاد. انرژی قدرتی که از شکم میاد و انرژی عشقی که از قفسه سینه میاد. میخوان برن بالا که تبدیل بشن به انرژی گیرنده، جنسش گیرنده باشه، گیرنده ارتعاشات، اتصالی از یک نوع عمیق‌تر، نه در حد آن چیزی که در دنیای ملموس بیرونی هست، بلکه در حدی که در
دنیای معنا میتونه وجود داشته باشه. و در سرتون بررسی بکنید، بذارید این انرژی در کل فضای سرتون پخش بشه و در اصطلاح سرتون بسیط بشه، وسعت پیدا بکنه. حسش بکنید این وسعت رو، این گشایش رو. این وسعت، این بسیط شدن ذهن رو خاموش میکنه از افعالی که ما معمولاً در ذهنمون تکرار میکنیم. این خاموشی ذهن فضایی ایجاد میکنه برای دریافت و امیدوارم که این دریافت از طرف همه ما بتونه شایسته باشه، به عبارتی یک چیز ارزشمند رو بتونیم دریافت بکنیم و به وجود خودمون اضافه بکنیم. حالا لطفاً خیلی آرام چشماتون رو باز بفرمایید. خب باز هم سلام خدمت همه عزیزان، اونهایی که در مؤسسه تشریف دارید، لطف کردید، وقت گذاشتید آمدید، دوستانی که در زوم در خدمتشون هستیم و اون عزیزانی که در اینستاگرام هستن و هر جای دیگه‌ای که احیانا شاید من ندونم. آن چیزی که به بشر امروز کمک میکنه اینه که بتونه از رنجش رهایی پیدا بکنه. همه ما درگیر رنج هامون هستیم و به واسطه فرار از اونها خیلی از آدمها رو آوردن به عادتهاشون، به رفتارهایی که آسیب بیشتری به اونها داره میزنه ولی متوجه نیستن. در روش‌های معنوی برای اینکه ما بتونیم رها بشیم از رنجمون روش‌های بسیار دقیقی ارائه شده. یکی از این روش‌ها، یا بهتره بگیم بستری برای انجام این مسیر معنوی، رینانسییشن هستش که میتونیم ترجمه بکنیم به رهاسازی. من میخوام که راجع به این موضوع یعنی رینانسییشن صحبت بکنم. ابتدا بعد از اینکه جا افتاد این مفهوم، بعد راجع به این که چگونه میتونیم این وضعیت رو ازش کمک بگیریم برای اینکه اون مسیر معنوی برای رهایی از رنج رو طی بکنیم. رینانسییشن روشیه برای اینکه ما بتونیم از وابستگی هامون جدا بشیم. اگر که اتچ هستیم در اصطلاحی که به کار میبرن، بتونیم ازش خلاص بشیم، آزاد بشیم، مثل بندی بتونیم قیچیش بکنیم و به اون رهایی برسیم که آرزوی هر کسیه که در این مسیر قدم برمیداره. با این توضیح خدمتتون میریم که اسلاید ها رو ببینیم. خب فاصله مقدس روشیه برای اینکه ما بتونیم از وابستگی هامون رها بشیم و این یه فرصت به ما میده که بتونیم متصل بشیم به یه جای دیگه‌ای، به کائنات، به هستی، به پروردگار، و این باعث میشه ما کمتر رنج ببینیم. خب این جدا شدن چیاست؟ معمولاً تعلقات مادی این دنیا هستش. سخت البته میدونم، اما میسر هستش و ما این رو انتخاب میکنیم، آگاهانه انتخاب میکنیم. اگر بخواد به زور باشه در این صورت میشه تحمل، یعنی کسی که میره برای اون رینانسییشن یا رهاسازی که حالا فرقش رو با خلوت نشینی خواهم گفت، در این صورت ممکنه این گونه رفتار بکنه که همش تحمل بکنه شرایط رو به امیدی که یه روزی
دوباره بتونه برگرده و دوباره از اون عادتهایی که داشته استفاده بکنه. فرقش این هستش در این دوران رینانسیشن که بخشش میتونه خلوت نشینی باشه که حالا عرض کردم توضیح میدم، به یه نقطه‌ای برسه از تعادل ذهن که در اون نقطه چیزی نخواد، اساساً نخواد که برگرده و دوباره اون عادات قدیمیش رو شروع بکنه. در این صورت اون نقطه‌ایه که میتونه برگرده. قبل از اون اگه همش دلش بخواد که برگرده، معنیش اینه که خب نتونسته رها بشه چون هنوز وابسته است. اما وقتی به اون نقطه میرسه، معنیش اینه که خب در این مرحله ماجرا تموم شده. یه نکته اساسی وجود داره، چون میخوام برم به این سمت که تنهایی چه فایده‌ای میتونه داشته باشه و اصلا ماهیتش چیه. به این موضوع دقت بکنیم. ما درکمون از دنیای اطرافمون به واسطه 5 حسمونه دیگه، هممون میدونیم. برای مثال چشم ما فقط در فرکانس های بین 430 تا 770 تراهرتز رو میتونه ببینه. گوشامون هم بین 20 تا 24 کیلوهرتز رو میتونه ببینه و این به این معنا هستش که یه چیزهایی در اطراف ما داره اتفاق میفته که ما از اونا خبر نداریم، نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم درکش بکنیم. نگاه کنید، اینجوری تصور بکنید که یه دنیای با یه عظمت وجود داره. حالا اون چیزی که ما میدونیم، جهانهای موازی هم تازه وجود داره. ما از این عظمت فقط به واسطه 5 حسمون یه بخش خیلی خیلی کوچیکش رو میتونیم درک بکنیم، ادراک بکنیم. تازه وقتی میرسیم به این 5 حسمون، به واسطه اینکه تمرکز کافی روی چشممون، روی گوشمون نداریم، از اون چیزی که حتی میتونیم در این دنیای مادی ادراک بکنیم، باز هم خیلی کمترش رو داریم درک میکنیم. و از اون چیز کمی که داریم درک میکنیم، به واسطه اینکه ذهنمون پالایش یافته نیست، دچار سوء تعبیر میشیم. یعنی هم ادراکمون محدوده، خیلی محدوده، و همین که واقعی نیست، مبتنی بر واقعیت نیست، بلکه مبتنی بر اون چیزهایی که بر اساس تجربیات ذهنی از گذشته ما کسب کردیم. در نتیجه اون چیزی رو که بهش تروس میگن، یا اون واقعیتی که جهان هستی ما از اون تشکیل شده، متاسفانه نمیتونیم خیلی درکش بکنیم. به همین خاطر خب نیاز داریم که یه کارایی بکنیم. حالا ببینیم که چیکار بکنیم. یکی از روش ها اینه که ما بتونیم در یک بستر تنهایی با خودمون خلوت بکنیم. یکی از ترسایی که معمولا وجود داره واسه آدما اینه که خب میترسن برن تنها بشن دیگه، چون خیلی چیزا رو از دست میدن. این تنهایی انقدر دهشتناکه، ترسناکه که کمتر آدما حاضر میشن پا بذارن تو این عرصه. و من خدمتون عرض میکنم که اون تنهایی لزوما تنهایی نیستش. ما یه دوستان در درونمون داریم، یه دنیایی در درونمون داریم که اگه بتونیم با اون ارتباط برقرار بکنیم، دیگه تنها نیستیم. حالا کسانی که در تنهایی خود کامل میشند، یعنی دیگه وابسته به اون برقراری ارتباط ناسالمی که از قبل داشتن با جهان و با انسانها. چه اتفاقی میفته واسه شون؟ قبلش ما یه ارتباط مسموم داشتیم در اصطلاح روانشناسی با دیگران. الان اینا رو قیچی میکنیم، میریم تو خلوت خودمون و در اونجا به واسطه تمریناتی که انجام میدیم به این نقطه‌ای میرسیم که دیگه احتیاجی نداریم اساساً کسی با ما باشه. وابستگی هامون کم میشه. کسی که با خودش به این نقطه میرسه، کامل میشه، وقتی که برمیگرده
دیگه بر اساس اون روابط ناسالم ارتباط برقرار نمیکنه، بلکه بر اساس صلاح دید ارتباط برقرار میکنه. چون خب دیگه ترسی نداره. ترس آدم اینه که اگر من مثلا طرف مقابلم رو راضی نکنم ممکنه از دستش بدم. خب چه اتفاقی میفته؟ تنها میشه. خب این کس مدت‌های زیادی تنها بوده، ترسی دیگه نداره، با تنهایی خودش هم کامل بوده، راحت بوده. داستانی هست از یکی از بزرگانی که من افتخار داشتم در مرکزشون بودم، البته ایشون فوت کردن، یه استاد برجسته که از 3 سالگی استاد ایشون میان و ایشونو میبرن به کوههای هیمالیا، که حالا راجع به هیمالیا هم صحبت میکنیم. وقتی که 15-16 سالشون میشه، خب این استادشون بسیار برجسته بودن، از جاهای مختلف هند می اومدن به دیدار ایشون. یکی از افرادی که میان به دیدار ایشون یه شاهزاده‌ای بوده خیلی معروف، با اطرافیانش با همدیگه میان و این استاد که در اصل الان شاگرده دم در وایساده و اجازه ورود به غار تنهایی استادش نمیده و ملازمان این شاهزاده بهش میگن که تو میدونی این کیه؟ شاهزاده است. و میگه میخواد هر کی که باشه، الان من نمیتونم اجازه بدم. از اونجایی که خیلی با حالت متکبرانه‌ای میخوان که به دیدار برن، چندین بار میان و این شاگرد که استاد میشه بعدها اجازه ورود نمیده، تا اینکه دفعه آخر خیلی محترمانه و مؤدبانه میان تقاضا میکنن، ایشون میره به استادش خبر میده، اجازه میدن، وارد میشه. یه غار تاریک، استاد در تنهایی نشستن، چشم‌ها بسته. وقتی که این فرد شاهزاده میرن تو، خب چشم‌ها رو باز میکنن. شاهزاده برای اینکه خیلی محترم باشه میگه که میبینم که در تنهایی به سر میبرید. مثلا خواسته یه کمپلمان بده، یه دلجویی بکنه از استاد. استاد حرف جالبی میزنه، خیلی حرف جالبی میزنه. میگه برعکس، الان که شما اومدید تنها شدم. خیلی جالبه. حالا چرا وقتی یه کسی میاد به دیدار کسی اون فرد تنها تر میشه؟ خب جوابش دیگه الان معلومه. برای اینکه اون استاد در تنهایی خودش کامل شده بود، با قلب خودش کامل بود، همه عالم رو تو قلبش داشت، از جمله آدما. در نتیجه ترسی نداره. اگر کسی به اون مرتبه برسه، انقدر دیگه دنیا و آدما نزدیک میشن که اتفاقا حضور بعضی از آدما و برگشت به این دنیا تنهایی واسه شون به وجود میاره. گرچه که خب البته اون افراد مسلماً به واسطه مسئولیت‌هایی برمیگردن و وظایفشون رو انجام میدن. نمیخوام سوء تعبیر بشه اینجا. و یه جمله بسیار جالب و دلگرم کننده: وقتی کسی از تو مراقبت نمی‌کنه، بدون که اون لحظه خداوند داره از تو مراقبت میکنه. چی از این بهتر؟ دیگه چی میخوای؟ اما فرق خلوت نشینی با ریتریت یا خلوت نشینی با رینانسییشن یا رهاسازی چیه؟ خوبه که بدونیم. میخوام اینو اینجا توضیح بدم خدمتتون، از این جهت که صرفاً اگه کسی به خلوت میره معنیش اینه که نیستش که بره توی غار تنهایی تمام اون مدت رو اونجا باشه با چشمای بسته در یه محیط کوچک و تاریک. نه، لزوماً این نیستش. رهاسازی بریدن از اون چیزهایی که آدما بهش وابسته هستند، رها کردن اونهاست. حالا در این رهاسازی بخشش میتونه خلوت نشینی باشه که خلوت نشینی یه سری چارچوب داره، از جمله اینکه زمان مشخص داره، مثلا 1 هفته، 10 روز، 2 هفته. اون فرد میتونه 2 هفتهشو، 1 ماهشو، 10 روزشو بره توی شرایط خاصتری با تمرینات خاصتری در زمانهای خاصتری
کارش رو انجام بده. ولی بعد که اومد بیرون باز اون شرایط همچنان حاکم، اون شرایط اصلی، اون چیزهایی که بریده در یک خلوتی هست از بابت اون چیزهایی که قبلا باهاش در ارتباط بوده. بنابراین این دوتا با همدیگه میتونه متفاوت باشه. یعنی اون فرد میتونه میون جمعیت باشه ولی توی رهاسازی خودش باشه، یعنی تو اون دوره رینانسییشن خودش باشه. اما هیمالیا، احتمالاً دوستان میدونن دیگه، رشته کوه هیمالیا در اثر برخورد صفحه هند با صفحه یوراسیا که حالا از نقطه نظر زمین شناسی من عرض میکنم به وجود اومده. این دوتا خوردن به هم، این کوه اومده بیرون. یه بخش جنوبی داره که همینجور که اینجا میبینید سرسبزه، به خاطر اینکه ابرهای بارانزا اینجا مرتب بارون میارن. اون طرفش که میره توی چین خشکتره و مثل یه نواری هیمالیا که از بوتان در شرق شروع میشه، بعد میاد نپال، هند، پاکستان، اون طرف هم که چینه و تو چین اون قسمتی که بیشتر هستش اینجا تبته. حتما شنیدید خیلی از آدما دوست دارن برن تبت یا حالا نپال. دلیل اصلیش اینه که به واسطه این شرایط جغرافیایی خاص رشته کوه هیمالیا انرژی بسیار زیادی اینجا هست و به خاطر همین ریشی های زیادی سالهای سال تو این غارها اون بالا تو کوه تو برف میموندن، خلوت میکردن و قدرت های زیادی رو به دست می آوردن. میدونید هیمالیا سومین مرکز ذخیره‌ای یخچاله تو کره زمین. قطب جنوب، قطب شمال، بعد هیمالیاست. و خب 50 تا قله داره که بالای 7000 متره و 14 تاش بالای 8000 متره که دیگه اوجش قله اورسته که تو مرز تبت در شمال، نپال در جنوبه. و حالا این موضوع باعث شده که ویژگی خاصی به این رشته کوه بده. کشورها، شهرهایی که توی این منطقه هستند شدن مرکزی برای کسب معنویت. یکی از اینها در شمال هند به اسم ریشیکش هست. شهر ریشیکش که تو دامنه هیمالیاست پایتخت یوگای جهانه. وقتی شما میرید اونجا تا دلتون بخواد مرکز یوگا، مدیتیشن، آیورودا، پانچاکارما و معابد زیادی هست. و خب ویژگی اینجا همینجور که توی عکس میبینید اینه که دو طرف رشته کوه هیمالیاست. البته خب کوههای مرتفع اینجا نیست و در وسطش شما رود گنگ رو میبینید که در هند بسیار مقدسه. حتما تعاریف زیادی ازش شنیدید. به همین خاطر در اطراف ریشیکش سادوهای زیادی، قدیسهای زیادی زندگی میکردن و همچنان هم هستن. البته که خیلی دسترسی به اونها ساده نیست. اونها معمولا اون بالاترها هستند و متاسفانه حالا اینم بعد خدمتون عرض بکنم که الان ریشیکش یه بخشیش هم خیلی تجاری شده، کامرشیاله. خب به خاطر اینکه بازار داغیه دیگه، شما وقتی میرید اونجا خیلی توریست هست. به خاطر همینه که این همه مرکز هست. هم خود هندیا از چین، از خود هند و از اقصا نقاط دنیا آدما میان اونجا که دوره ببینن و خب فقط هم دوره نیست، خیلی کارهای دیگه میکنن. به همین خاطر خیلی مهمه که ما بدونیم کجا بتونیم، کدوم مرکز بتونیم بریم که حالا به وقتش دوستان اگر خواستن بهشون راهنمایی داده میشه. اما کشور بعدی نپاله. نپال هم جزو کشورهای دیدنی هستش که باز در دامنه هیمالیاست و یکی از مهمترین مراکز معنویت و سلوکه. معابد خیلی زیادی داره. من اینجا این عکس بالایی رو اگر نگاه بکنید، اینجا جاییه که بودا به دنیا اومده، معبد مایادویه
نپال خب پایتختش کاتماندوه که خب خیلی دیدنیه به خاطر معابدی که داره و جاهای توریستی که داره. خیلی از آدما میرن نپال نه فقط به خاطر معنویت بلکه به خاطر هایکینگ، به خاطر کوهپیمایی، چون عرض کردم قله های مرتفع اونجا هستن، از جای مختلف میان و همینطور معابدی که بسیار مقدس هستن. شهر لومبینی از کاتماندو فاصله داره. کاتماندو توی طرف شرق، لومبینی غرب نزدیک مرز نپال و هند قرار گرفته و جاییه که پر از معبده. آلمانی ها، چینی ها، کره ها، فرانسوی ها همشون به واسطه اینکه بودا اونجا به دنیا اومدن و معبد خودشون رو ساختن. این چیزی که من الان به شما نشون دادم، این ساختمون در اصل جاییه که بودا به دنیا اومده و اتفاقا خیلی هم داخلش ساده است، خیلی پیچیده نیست. و این چیزی که پایین میبینید، شکل پایین، معبد سویامبونات یا معبد میمون ها که تو فیلم ها شما خیلی میبینیدش. اون اگر که 7 سال در تبت رو دیده باشید، یکی از جایی که نشون میده همینجاست که مردم میان رد میشن، این چرخهایی که روش اون مانترای معروف بودایی رو نوشته تکون میدن که اونم حالا داستان خودشو داره، به وقتش راجع به اون هم میشه صحبت کرد. اما حالا چه نتیجه الان میخوایم بگیریم؟ از همه اینها میخوایم نتیجه بگیریم که رهاسازی، رینانسییشن، یک بستری به وجود میاره برای اینکه ما بتونیم در مسیر معنویت قرار بگیریم، سلوک معنوی داشته باشیم. اگر بخوایم نگاه بکنیم ببینیم مسیرهای این سلوک چی میتونه باشه، البته که خب تقسیم بندی های مختلفی وجود داره. اینی که اینجا ملاحظه میفرمایید یکی از این تقسیم بندی ها میتونه باشه. اولین مرحله و مهمترینش پالایشه، پاکسازی وجود، قلب از آلودگی ها. در اصطلاح یوگا به این آلودگی ها میگن واسانا. واسانا در اصل ریشه ها هستن، اون الگوهای عادتی که تو ناخودآگاه شکل گرفته و آدم ها به راحتی نمیتونن ازش خلاص بشن. اینا بسیار بسیار قدیمی هن. بعضی ها خب اعتقاد دارن که ریشه در زندگی های گذشته داره و خب طبیعیه که اگه کسی بخواد تو این مسیر بره جلو به این راحتی نمیتونه از اینها خلاص بشه. عجله‌ای هم وجود نداره، اما تکنیک هایی وجود داره که به واسطه اون میشه این کار انجام بشه که حالا من سعی خواهم کرد یه بخشیش رو توضیح بدم به شما تو فرصتی که داریم که یه چیزی جا بیفته. در این ارتباط مهمترین چیزی که شاید خوبه که ما یاد بگیریم مفهوم ایکوانیمیتیه، یا ترجمه کردم به تعادل ذهن که بهش میپردازیم. اما بخش بعدی بعد از پالایش والایشه. والایش رو تسعیدم میشه ترجمه کرد یا انگلیسیش میشه سابلیمیشن. از این جهت عرض میکنم که اگه کسی خواست بره تحقیق بکنه ببینه که چی هستش. یعنی اینکه ما بتونیم سطوح انرژی خودمون رو ببریم بالا، ارتقا بدیم. اینو بهش میگن والایش. حرکت دادن انرژی در مراکز انرژی یا چاکراها که روشی که برای این کار استفاده میشه کندالینیه اساساً، که اشارات کوچیکی من خدمتون عرض میکنم و همینجا میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم که امیدوارم با امید خدا به زودی دوره‌ای گذاشته بشه من در خدمتتون باشم در همین جهت که این مراحل رو بتونیم با همدیگه طی بکنیم، پالایش و والایش رو. حالا پالایش بخشیش با تمرینات خاص یوگایی مدیتیشن، والایش با تمرینات کندالینیه و مرحله آخر مانترا یا ذکره که حالا بهش میپردازیم. تکرار اصوات و واژه هایی که باعث میشه اتفاقاتی در ما بیفته. مانترا هم میتونه پالایش به وجود بیاره، هم میتونه والایش به وجود بیاره، هم میتونه یه اتفاق خوب دیگه به وجود بیاره.
مهمترین چیزی که اینجا اتفاق میفته برای اینکه حالا از یه استعاره ازش استفاده بکنیم ببینیم چی میشه، اینه که ما انسان ها میتونیم محصول انسانیت خودمون رو عرضه بکنیم به دیگران. زمین خشکی رو در نظر بگیرید. تو این زمین ما میخوایم کشاورزی بکنیم، ازش محصول بگیریم، میوه بگیریم یا هر چیز دیگه ای. اولین کاری که ما احتیاج داریم با این زمین بکنیم، این زمین باید شخم زده بشه. هر چیزی که اضافیه خار و خاشاکش گرفته بشه، آماده بشه برای مرحله بعدی. مرحله بعدی پس اینجا میشه پالایش، مرحله بعدی میشه والایش. در این مثال میشه غنی کردن خاک. هر آن چیزی که این خاک احتیاج داره رو در قالب کود یا مواد معدنی یا هر چیز دیگه‌ای بهش اضافه بکنیم که این زمین آماده بشه. مرحله بعدی چیه؟ کاشت دانه است. این میشه مانترا. در اصل مانترا میتونه آخرین مرحله‌ای باشه وقتی که اون پالایش انجام شد، والایش انجام شد، سطح انرژی فرد اومد بالا. اون موقع به واسطه مانتراهای خاصی که به فرد داده میشه یک چیز ویژه در درون فرد ایجاد میشه، یک ارتعاش خاص. خب مفهوم اکوانیمیتی. اول من یه برگردم بیام اینجا دوستان رو نگاه بکنم ببینم حال احوالشون چجوریه، کیا دوربیناشون رو باز کردن، قیافه ها رو ببینم. یه ذره مدتی در خدمتتون نبودم. بله خب صفحه اول که دوربیناشون باز، صفحه دوم یه تعدادی بازه، حالا دارن دوستان باز میکنن. سلام به همگی، خوشحالم از دیدنتون. خب چهره ها ظاهرا پر انرژیه، چون این مفهوم اکوانیمیتی من میخوام که خیلی خوب جا بیفته. دوستان مؤسسم که خیلی قبراق نشستند و من خیلی کوچیک میبینم عزیزان رو، ولی به هر ترتیب میبینم که سرحاله. پس میشه الان، یعنی ذهن‌ها آمادگی داره. من مخصوصا این واژه رو به انگلیسی آوردم چون خب در دوره هایی که تحت عنوان مراقبه بصیرت یا ویپاسانا عزیزان بعضیا شرکت کردن با این واژه آشنا هستن، اما خب بعضی اوقات درک این مفهوم سخته. برای همین خواستم که با توضیحاتی که اینجا داده میشه این مفهوم بیشتر جا بیفته. در یک کلام میتونیم بگیم که اکوانیمیتی رو اومدن ترجمه کردن به تعادل ذهن، ذهنی که متزلزل نمیشه. وقتی که فرد دچار بحران میشه، استرس به وجود میاد، هیجان زده میشه، میتونه آرامش و ثبات درونی خودشو حفظ بکنه. آدمایی که میتونن این اکوانیمیتی یا تعادل ذهن رو در خودشون به وجود بیارن، مشخصه اصلیشون اینه که کمتر رنج میکشن. میدونید بیشتر رنج ما به خاطر اینه که وقتی که هیجان زده میشیم میریم یه کارایی میکنیم، خودمون هیجان زدگی دردآور، رنج به وجود میاره. مثلا اگه خشم باشه، غم باشه، اضطراب باشه، تنفر باشه، خودش رنج داره و بعد بر اساس اون هیجان ما میریم عکس العمل نشون میدیم. حالا تو اسلایدا خواهیم دید که کسانی که از تکنیک های مراقبه ای به خصوص از نوع پالایش دهندش استفاده میکنن و اساساً مراقبه بصیرت یا ویپاسانا، میتونن به یک ویژگی دست پیدا بکنن یا همین اکوانیمیتی که جالبه در مغز شرایط خاصی به وجود میاره که براتون جالبه بدونید. اینجا مغز رو داریم میبینیم. ما چند تا قسمتش رو من بیشتر نمیخوام شما بهش توجه داشته باشید لطفاً. یکی این قسمت پریفرانتال کورتکس هستش یا فرونتال میشه پیشانی، همین قسمتی که پشت پیشانی ما قرار داره.
یه قسمتی هستش که بهش ACC میگن یا Anterior Cingulate Cortex میگن، توضیح میدم که حالا چه نقشی داره، و یه بخشی که آمیگدالاست. قبلا خب زیاد صحبت کردیم راجع به این موضوع. الان شاید با این پیشفرض که ما میخوایم ایکوانیمیتی رو توضیح بدیم برای دوستان بیشتر جا بیفته. کسانی که مراقبه میکنن و میتونن کیفیت ایکوانیمیتی رو در خودشون به وجود بیارن، نشون داده شده که این قسمت پریفرونتال قطور میشه، ضخیم میشه. اینجا جاییه که ما میتونیم فعالیت‌های دقیق شناختی رو انجام بدیم. یعنی اگر کسی میخواد خردمندانه عمل بکنه و نه بر اساس احساساتش که اصطلاحاً میگن طرف احساساتی ایموشناله، احتیاج داره که این بخش از مغزش قطور باشه، به مفهوم این که بهتر میتونه عمل کنه. مثل بازویی که دنبل میزنید حجیم میشه، اینجا هم بعد از مدتی حجیم میشه. بعد از 6 ماه اومدن MRI کردن، کسی که مراقبه میکرده دیدن که این قسمت قطور شده. این نشون میده که یعنی این فرد کنترل خیلی خوبی روی امیالش، هیجاناش داره. اساساً کیفیت ایکوانیمیتی که حالا راجبش صحبت میکنیم که چجوری میتونه به وجود بیاد، این ویژگی رو در ما بالا میبره. و نکته بعدی این که بخش آمیگدالا جاییه که مرکز تنظیم احساسات، هیجاناته. کسانی که این بخششون زیاد فعاله همونایی هستن که شلوغ میکنن، احساساتی میشن، نمیتونن خودشون کنترل بکنن، صبرشون کمه، سریع به قول معروف شهر رو شلوغ میکنن. و باز نشون داده شده که آمیگدالا فعالیتش کم میشه به واسطه اون ایکوانیمیتی. خب تا اینجاش که خیلی خوب بود. بریم ببینیم دیگه چیکار میتونه بکنه. ما یه بحثی رو داریم، مدت زمان پردازش عصبی. در این مقوله اگر کسی بتونه که این مدت زمان رو کم بکنه، که ایکوانیمیتی میتونه این کار بکنه، اون آیدنتیفیکیشن یا همزاد پنداری که وجود داره، که در اصل مفهومش اینه ما وقتی که با یه شرایطی مواجه میشیم قضاوت میکنیم، واکنش نشون میدیم، چون آیدنتیفای میکنیم با اون موضوع، یعنی همزاد پنداری میکنیم. وقتی که این مدت زمان پردازش عصبی کم میشه، سرعت پردازش میره بالا، این قسمت یعنی اون آیدنتیفیکیشن، همزاد پنداری هم کم میشه. خب اینم که خیلی خوب بود. اما ACC، حالا من توی دوستان یه مرتبه یکی از عزیزان رو دیدم، آقای دکتر نیلاوری رو دیدم که ایشون متخصص اعصاب هم هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم و داریم درس پس میدیم پیش شما آقای دکتر، دیگه تخصص شماست. ACC نکته خیلی جالبی داره، من از اون متنش میخونم. این ناحیه نقش مهمی در ادراک درد، به ویژه پاسخ هیجانی به درد داره و نقش مهمی تو توجه و خودتنظیمی داره. باعث میشه که افراد بتونن مشاهده بی‌طرفانه داشته باشند. نگاه کنید وقتی که ما دردمند میشیم، دردمون میاد، چه اتفاقی میفته؟ هیجان زده میشیم، واکنش نشون میدیم. اون درد در اثر هیجان زدگی میگن حتی میتونه در حد 10 برابر بشه. یعنی خب ما دوستان رو داشتیم وقتی که خیلی درد داشتن تو مراقبه ها، بهشون میگفتیم به درد فقط نگاه کن، این کیفیت به وجود میومد، یواش یواش احساس میکردن که دردشون کم شد. اونایی که مراقبه بصیرت یا ویپاسانا تشریف بردن، روزای 7م، 8م، 9م که میشینن فقط تمرین میکنن مشاهده گری رو، یه لحظه یهو احساس میکنن درد رفت، پودر شد، ریخت، اصلا باز شد و تعجب میکنن مگه میشه همچین چیزی؟ به خصوص اگر این عزیزان پزشک باشن، که خب ما پزشکا آناتومیک به قضیه نگاه میکنیم دیگه، فیزیولوژی آناتومی میاد وسط، بعد وقت نمیتونیم درک کنیم که چطور میشه همچین چیزی اتفاق بیفته. ولی واقعیت اینه که این بخش از مغز تحت تاثیر
ایکوانیمیتی میتونه این کار رو برای ما انجام بده. یعنی نگاه کنید، کیفیت ایکوانیمیتی میتونه یه ما به ازای مغزی داشته باشه که نوروساینتیست ها میرن بررسی میکنن، کشف میکنن، میگن این آدمی که تو این حالت قرار گرفته الان مثلا ACCش افزایش فعالیت داره نشون میده و نتیجهش اینه که همینایی که عرض کردم. در مجموع میتونیم بگیم که حالت تعادل ذهنی باعث میشه مغز بتونه احساسات و افکار رو بدون واکنش یا قضاوت مدیریت بکنه. چی از این بهتر؟ و همین باعث میشه که یه آرامش درونی داشته باشه. اما مشخصات تعادل ذهن یا ایکوانیمیتی در ابعاد وجودی چیه؟ یه فیزیکی، هیجانی، فکری خدمتون عرض میکنم. اینجا رو لطفاً دقت بفرمایید. دوستانی که به خصوص مراقبه تشریف بردن شاید توی این مسئله احتیاج داشته باشن این بحث ایکوانیمیتی جا بیفته. چیه؟ چون خیلی تکرار میشه. میگن که ایکوانیمیتی و تمرکز مثل دو بال پرنده است. ما تمرکز میکنیم رو خودمون، به نفس‌ها توجه میکنیم، به حسای تو بدن توجه میکنیم، پیداشون میکنیم با تمرکز. مرحله بعدی که مهمه اینه که بیواکنش بشیم بهشون، قضاوتشون نکنیم. چجوری میشه؟ تبلور و تمرین این کار اولیش اینه که ما در بعد فیزیک بتونیم بدنمون رو رها بکنیم از تنش، از انقباض. نگاه کنید، من میخوام اینو بهتون نشون بدم که چجوری میتونه باشه. به من نگاه بکنید. الان من نشستم، در پهلوی چپم یه درد شدید دارم یا تو کمرم یه درد شدید دارم مراقبه میکنم. چی میبینید؟ انقباض میبینید در صورت من و تکون خوردن. من راحتم؟ نه، بیقرارم. مغز من الان تو چیزایی که عرض کردم تو اون وضعیت ها قرار نگرفته. من دارم واکنش نشون میدم چون دارم قضاوت میکنم. تو ذهنم دارم میگم عجب درد بدی، که خلاص میشم ازش، که نجات پیدا میکنم، هیجان زده میشم و بعد واکنش نشون میدم. ایکوانیمیتی یعنی این. درد سر جاشه ها، کمر درده، پهلو درده خیلی شدید، شما اینجوری هستید. تکون نمیخورید، واکنشی نشون نمیدید، تو چهرهتون یک آرامش خاص وجود داره. پس برای اینکه ما بتونیم به این کیفیت برسیم، اولیش این هستش که بتونیم جسممون رو رها بکنیم. دومیش اینه که به لحاظ هیجانی این نکته خیلی مهمه. شاید بعضی از دوستان بهش توجه نداشته باشن. برمیگردیم روی اسلاید. نگاه کنید، 2 تا ویژگی من اینجا نوشتم. یکی خنثی بودن هیجانیه، یکی جاری بودن هیجانیه. تا بتونیم اینجور بشینیم، اینجا نگاه کنید، سگ داره صدا میکنه، موبایلش داره زنگ میزنه، کلی سر و صدا و دینگ دونگ هست، ولی این خانم راحت نشسته داره مراقبهش رو انجام میده. یعنی تو اون حالت ایکوانیمیتی قرار گرفته، بیواکنشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه ما بتونیم تمرین بکنیم به لحاظ هیجانی در یک نقطه تعادل یا صفر قرار بگیریم، معناش منفعل بودن به هیچ عنوان نیستش، بلکه یک حضور و آگاهی مداوم و تسلط رو عملکرد درونیه، خصوصا مغز، که در این صورت هیجانات رو ما داریم مدیریت میکنیم. تا اینجوری میشه یه کارایی میکنیم میاد پایین، تا اینجوری میشه یه کاری میکنیم میاد پایین. برای اینکه به این نقطه برسیم، گردش انداختن انرژی خیلی موثره. توی هند وقتی شما تشریف میبرید، خب دوره‌های مختلفی هست، گروه‌های مختلفی هستن. بعضیا ویپاسانا میکنن، میگن ویپاسانا فقط خوبه آخر ماجراست، هیچ کار دیگه هم نکن. اونایی که کندالینی انجام میدن میگن ببین کندالینی خوبه،
هیچ کار دیگه نکن. ویپاسانا یه چیزایی میگن، حالا بماند. میری پیش کسانی که کار ذکر انجام میدن، میگن هر دو اینا رو بنداز دور، فقط شما با ذکر گفتن میتونید برسید. خب شاید مخلوطی از اینها باید انجام بشه و به جای روش هولیستیک یا کلگرا اینه که ما یاد بگیریم هر کدوم چه تأثیراتی داره به جاش ازش استفاده بکنیم. روش ویپاسانا یا مراقبه بصیرت اساساً تأثیر اصلیش تو پالایشه، تو اون زمینه که گفتیم باید شخم بخوره، بسیار قوی از این بابت عمل میکنه. کندالینی روشیه که انرژی ها رو به گردش در میاره. کار اصلیش اینه که انرژی رو به گردش در بیاره توی سطوح بالاتر و جاری شدن انرژی در کل بدن کیفیتی رو به وجود میاره که ایکوانیمیتی خیلی راحته. نگاه کنید، بیشتر دلیل این که آدما بیقرارن نمیتونن بشینن به خاطر اینکه انرژی در یه جا گیر کرده، یه بلاکی، یه انسدادی وجود داره، انرژی نمیتونه رد بشه، در نتیجه آدم داره تکون میخوره. این تکون شونه در اصل انگار اینجا یه گیری داره کمک داره میکنه که انرژی حرکت بکنه. خیلی از شما شاید تجربه داشتید تو مراقباتون یهو شونه‌تون پریده یا پاتون پریده به واسطه اینکه انرژی حرکت کرده و بعد احساس میکنید آخه چه راحت شدم. گاهن میبینید که مثلا اگر اینجوری نشستید، حالا این فرض کنید که اینا زانوهای منه، وقتی این اتفاق میفته یا زانوهاتون میفته، پاتون به زمین نزدیک میشه، نشون میده که وقتی این گیره انرژی برطرف میشه عضلاتتون هم رها میشه و بعد پاتون به راحتی میاد روی زمین. خب در روش کندالینی تکنیک هایی وجود داره که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. راست میگن اونا که کندالینی کار میکنن، درست میگن. با انجام اون تکنیک ها به طریق درستش، چون خیلی مهمه ابتدا به ساکن چی انجام بشه، بعد چی انجام بشه، چی انجام بشه. حالا اشاراتی بهش خواهم کرد تو بخش کندالینی. وقتی انرژی جاری میشه شما به یک سکون و سکوت ذهنی میرسید. اونایی که حالا امیدوارم که اینجور نباشه اینجا، ولی خب بعضا ممکنه تجربه کرده باشن، اونایی که قارچ ماجیک ماشروم یا همون قارچ جادویی یا LSD رو تجربه کردن، اگه من بخوام مقایسه بکنم وضعیت مغزی یا احساسی که به وجود میارن اینها مشابهش با همین جاری شدن انرژیه. اساساً کاری که اونا میکنن اینه که انرژی رو از سطوح پایین انرژی حرکت میدن، میارن بالا، میرسه به سر، میرسه به این چاکرای آجنا یا چشم سوم. از یه طرف تجربیاتی میکنن، میان برمیگردن میگن که من اینو دیدم، رنگ دیدم، حتی موسیقی شنیدم. از یه طرف هم به خاطر این جاری شدن انرژی حال خیلی خوبی میده، یه سکوت ذهنی به وجود میاد. اما خب مصنوعیه. اگر برید مطالعه بکنید، یکی از ویژگی هایی که برای این داروها که بهش روانگردان میگن نام میبرن اینه که اثراتشون موقتیه، به تدریج که استفاده میشه اثراتشون کمتر و کمتر و کمتر میشه. حالا برای اینکه بخوام بگن اینا خوبن میگن که خب اعتیاد نمیاره. آره خب تحقیقات اینجوری نشون میده که اعتیاد نمیاره. یعنی اگه یک کسی قطع کرد اون سندروم ویدرال واسهشون به وجود نمیاد که دچار درد بشه، دچار اون بیقراری بشه، اما تاثیرش بعد از یه مدتی کم میشه و اثرش عرض کردم برای شما. الان نکته اینه اثر اینها به واسطه حرکت دادن انرژی، همون چیزی که تمام هدف کندالینی یوگاست، اما تحت شرایط خاصش، چون بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه. خب در بعد فکری هم عرض کردم شرایطی که به وجود میاد ما رو میبره توی فضای بی قضاوتی. ذهنی که خاموشه دیگه کارکرد نداره، که ذهن اینجوریه. من فقط میخوام با چهرم نشون بدم که حال درون سرتون چجوریه. اینجوریه، یه ارتعاش خیلی لطیف، یه بسیط شدن در داخل سر و یه سکوت ذهنی. خب وقتی سکوت ذهنی باشه کسی قضاوت نمیکنه.
در یک شرایط بسیار بسیار آرام قرار میگیره که خواست هر انسانیه. بسیار میتونه به زعم بعضیا لذت بخش باشه. الان من میبینم تو چهره‌ها بعضیا انگار دهنشون آب افتاده که خب بعدم نیست بریم آقای دکتر تجربه بکنیم. نکنید دوستان، به وقتش برای همتون میتونه اتفاق بیفته. اینکه این تجربه رو به معنای واقعی به واسطه کسب انرژی ها و حرکت دادنشون به وجود بیارید. یعنی اگر که به عبارتی اگر من خدمت شما عرض میکنم که این کار رو انجام ندید، به جاش یه چیز خوب ارائه میکنیم دیگه. اینجوری نیست. به زودی تو کلاس قراره که به امید خدا این اتفاق بیفته. من صحبت کردم در ارتباط با کندالینی، حرکت انرژی از چاکرای ریشه به سمت بالا. در مورد اصطلاحاتی که اینجا به کار برده میشه، خود کندالینی چه معنایی میده، من ترجیح میدم بعداً سر کلاس صحبت بکنم. اما نکته‌ای که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم و توجه شما رو بیارم اینجا اینه که چه تمریناتی میتونه این کار رو انجام بده. اینجا تو پاراگراف دوم نگاه بکنید. تمرینات یوگا شامل آساناها، پرانیاما، مودرا، باندا، تصویرسازی، کریا، مانترا و مراقبه. در میون این تمرینات خب یه سری تمرینات خاص وجود داره، مثل مودراها. مودراها رو اصلا دست کم نگیرید. مودرا اگر دیده باشید مثلا نمونهش اینه، این جسچر یا این ژست رو میگن مودرا. کارهای بسیار عمیق و لطیف انجام میده. امروز یکی از این مودراها رو با هم تمرین میکنیم به اسم آدی مودرا که بهتون خواهم گفت چه تأثیراتی میذاره و تجربهش بکنید. فوق العاده است، به خصوص برای وقتایی که شما دچار اضطراب میشید. پس دست کمش نگیرید. بانده ها جزو تمرینات بسیار بسیار عمیق و قوی یوگا هستند در روش هاتا یوگا، و از اون مهمتر در کندالینی کریاها هستند که اینا سالیان سال همچنان به صورت رازه. همین الان هم شما اگه برید سرچ بکنید کریاها رو، خیلی چیزی دستتون نمیاد. ممکنه بعضی چیزها رو گفته باشم ولی همچنان تو دفترچه هاست، در اختیار گذاشته نمیشه به خاطر اینکه خطرناک. اما کریا چیه؟ کریا معنیش میشه اکشن، میشه یه عمل، یه فعالیت. کریا در اصل مجموعه همه این چیزهایی که اینجا عرض کردم، یعنی شامل آسانا میشه، شامل مودرا میشه، باندا میشه، تنفس‌های خاص میشه، تصویرسازی‌های خاص میشه که سیکونسی از اینها رو طراحی میکنن. مثلا سوادیستانا کریا 1 2 3 داره به خاطر اینکه چاکرای 2 فعال بشه، یا مانیپورا. نکته اصلیش اینه که این سکانس چجوری طراحی بشه، چه حرکتی چه مدتی انجام بشه، حرکت بعدی چی باشه، حرکت بعدی چی باشه. و بعد از نیم ساعت که کریاها انجام میشه، شما تأثیرش رو اساساً تو بدنتون تجربه میکنید. میدونید خطرش چیه؟ خطرش اینه، کندالینی یوگا اساساً 2 تا خطر داره. یکیش اینه که برای افرادی که کانالای انرژیشون از قبل پاک نشده، مسدود هنوز، حالا کامل نه، نسبی، انرژی میره در یه جا گیر میکنه و بعد عوارض جسمانی، هیجانی و ذهنی به وجود میاره که اون وقت مدارا کردن باهاش، جمع و جور کردنش کار ساده ای نیست. اون هم در کندالینی یوگا روش داره. یک مربی خوب میدونه که اگر یه همچین اتفاقاتی افتاد چه کاری بایستی انجام بشه. بنابراین خب طبیعتاً با هر کسی نباید کندالینی یوگا رو شروع کرد. نکته بعدیش اینه که خیلی تاکید میکنن روش، اینه که کندالینی یوگا تجربیات معنوی رو به وجود میاره، سریع هم به وجود میاره. مثل همون چیزی که عرض کردم الان، مغز چجوری میشه، اون رویاها ممکنه دیده بشه و این هم خوبه هم بده. اگه به جای اتفاق بیفته که خب تجربه معنویه، یک قابلیت انسانه که خب چرا نداشته باشه. مثل این که مثلا یک کسی بتونه هم با دست راستش هم با دست چپش بنویسه، با پاهاش هم بتونه نقاشی بکنه. خب چرا که نه.
اما اینکه چگونه ازش استفاده بکنه خیلی مهمه. قبلش باید آموزش‌های لازم رو گرفته باشه، پالایش‌های لازم انجام افتاده باشه که از وابستگی‌هاش خلاص شده باشه، که وقتی به قدرت رسید سوء استفاده نکنه. در نتیجه باید با اون روش اول، یعنی همون پالایش، کار کرده باشه رو خودش. شدنی هستا، یعنی میشه بدون پالایش هم رفت رو کندالینی کار کرد که بعضی متاسفانه میکنن و قدرت هایی هم به دست میارن، ولی اون آدم تحت تاثیر وابستگی هاش یه جا میبینید که رفته 10 ساله که براماچاریه، یعنی هیچ ارتباط جنسی با کسی نداره و بعد یهو از اون ور بوم میفته. دیگه مفهومش فکر میکنم روشن باشه دیگه. از اون ور بوم افتادن یعنی یهو یه زنی سر راه قرار میگیره و داستانهای عدیده‌ای به وجود میاد، اونم از توسط کسی که فکر کنید معروف شده، که خب استاد معروفی هم هست، و بعد اینها در اصطلاح اینوریا میگن اسکندل، یعنی یه فاجعه به وجود میاره، رسوایی به وجود میاره، که خب کم هم نیست. باید برید سرچ بکنید، یوگی هایی که این رسوایی ها رو داشتن هست، میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید. برای همین پالایش قبلش مهمتره. خب باز من نگاه بکنم ببینم دوستان اوضاع احوالشون چطوره. دوربینای دوستان خاموش شد باز یه عده‌ای. من حرف میزنم شما دوربینا رو میبندید. صفحه اول مجبورم باز بکنم چون صفحه اول جلوی منه، من دارم همه رو میبینم، هر کی خاموش بکنه متوجه میشه. خب بذارید بپرسم ازتون حالتون چطوره، اوضاع چطوره، هنوز ذهنتون بازه، میشه یه چیزایی بیاد یا نه، احتیاج هستش که یه کاری بکنی؟ خوبه؟ خب بریم. برمیگردیم روی مانترا، یعنی اون مرحله سوم. برای اینکه من مانترا رو توضیح بدم لازمه که اصلا ارتعاش برای ما جا بیفته. شنیدید بارها و بارها که میگن این دنیایی که ما توش زندگی میکنیم مجموعاً از ارتعاش درست شده. چقدر خوبه که ما یاد بگیریم ارتعاشات خودمون رو و بیرون از خودمون رو مدیریت بکنیم. اونجاست که کمتر رنج میکشیم. حالا بر اساس این واقعیت، یعنی نقش ارتعاش در درون و بیرون که نقش بسیار مهمیه، من میخوام به چند تا موضوع بپردازم. یکی ذکره، یکی موسیقی فیلمه، یکی لحن صداییه که ما داریم باهاش صحبت میکنیم، و صدا درمانی یا ساوند هیلینگ که امیدوارم به زودی بتونیم انجامش بدیم در یه موقعیت خاصی. حالا توضیح میدم راجع بهش. اول از همه میخوایم ببینیم که نقش موسیقی در فیلمسازی چیه. بسیار بسیار اهمیت داره. ما میدونیم که وقتی که داریم تو این دنیا زندگی میکنیم 80% حدوداً اطلاعاتی که ما داریم میگیریم از طریق چشممونه، کمترش از گوشه، شاید مثلا بالای 10%، و دیگه اون چیزی که میمونه از طریق لامسه و بویایی و چشاییه. یعنی مهمترین ارگان حسی ما چشممونه. اما این موضوع باعث نشه که صدا رو دست کم بگیریم، چون اگه دست کمش بگیریم خیلی میتونیم گول بخوریم. من از دوستان خواهش میکنم که اون فیلمی رو که آماده شده رو برای دوستان هر وقت عرض کردم آماده داشته باشید به نمایش بذاریم. این فیلم چیه؟ موضوع فیلم اینه: یه صحنه داریم، یه ویدیو داریم. این ویدیو رو شما با موسیقی های مختلف نگاه میکنید. ویدیو یکیه ها، ولی موسیقی که همزمان داره برگزار میشه شما میشنوید متفاوت میشه، و بعد درکی که از اون صحنه به وجود میاد متفاوت میشه. یعنی بسته به اینکه چه موسیقی اون لحظه داره گذاشته میشه ادراک ما از اون صحنه متفاوت میشه. و حالا ببینید چه جوری میشه از طریق همین ویدیوها به واسطه اون موسیقی ها آدمها رو در اصطلاح منیپولیت کرد یا دستکاری کرد. هر چیزی که خود ما میخوایم رو به اونها القا بکنیم.
دوستان لطفاً بذارید این ویدیو رو و عزیزان توجه بکنید. دوستان لطف کردن زیرنویس هم داره، بنابراین اونایی که میخوان میتونن از زیرنویس استفاده بکنن. What many people may not realize is that music is an incredibly important part of film and television. If used correctly, it can enhance the emotions of any scene. For example, the music you're listening to right now is making me seem like the coolest, suavest guy in town. Get that wrong, it sounds like this. What many people may not realize is that music is an incredibly important part of film and television. Do you see what I mean? That was just one example of how music can change the viewer's perspective. Let's have a look at a couple more. Music can affect the way you observe and judge certain characters. The man we just saw seemed like a hero or some sort of leader. But if we change the music, he looks like a villain. And now it looks like he's grieving. But let's try another one. The music indicates that the man is running somewhere to do something good. This is what the music is telling us. But if we switch it around... Now it looks like he's running away from something bad. After watching this scene, we can assume that the man opening the case is revealing something to be unpleasant. Although... with a different soundtrack, it makes it seem as if the thing that was inside the case isn't scary, but rather upbeat and joyful. So now you get an idea of how powerful music is. Clever, eh?
مفهوم بود معنی فیلم؟ خودتون تفاوت رو احساس کردید؟ اونجایی که داشت فرار میکرد یه جایی بود انگار از یه چیز بد داشت فرار میکرد مبتنی بر اون موسیقی، یه جام انگار دنبال یه چیز خوب داره میگرده، یا اونجا که کنار اون برکه بود اونجا که موزیک غمگین پخش شد انگار که مثلا دوستش گذاشته رفته، یه کسی رو از دست داده، یا برعکس یه لیدر قهرمانه یا نه یه جنایتکاره. حواس ما نیست. نگاه کنید ما بیشتر درگیر اون چیزی هستیم که میبینیم، کمتر به صداها به ارتعاشات توجه داریم، در صورتی که اونها هستن که بیشتر احساسات ما رو دارن شکل میدن. و همین هستش که تو صنعت موسیقی ازش خیلی استفاده میشه و بعد از یه طرف هیرو میسازن، اون قهرمانا رو میسازن. تو این فیلم های مارول حتما دیدید دیگه، موزیکاش یه موزیکای خاصیه، همه به گوشمون آشناست و برعکس. به همین خاطر من دارم سعی میکنم که نقش ارتعاشات رو بیان بکنم که چقدر میتونه نقش داشته باشه. خب بهش دقت بیشتری بکنیم. یه واقعیت دیگه یکم ترسناک، خیلی از افراد هستن که وقتی که میان خونه با یه حالت خوابالود و خسته میشینن پای فیلم ها و فیلم ها رو نگاه میکنن که چیز خوبی اصلا نیست، به خصوص اینکه بعدش میخوابن دیگه، چون خوابالودن، غذاشون رو خوردن یا پای تلویزیون یه چیزایی میخورن، اونم شیرینی، شکم پر میشه، خوابالود فیلم رو نگاه میکنن و بعد چه اتفاقی میفته؟ وسطاش هم خوابشون میبره، بعدش هم میرن تو رخت خوابشون. این قسمتش رو ما میدونیم که تأثیرات بدی که به خصوص فیلم های وحشتناک میذارن. توی دورهای پاکسازی ما اغلب به دوستان گفتیم که وقتی میخوای بخوابی از 6 ساعت قبل هیجان زده نشی، به خاطر اینکه آدرنالین ترشح میشه، کورتیزول ترشح میشه، سطح تنش استرس میره بالا، خواب بعد غذام که حسابی خورده، یعنی این خوابی که قراره فرد رو تر و تازه بکنه صبح، بیشتر با کابوس خواهد بود. صبح اینجوری از خواب بیدار میشه سنگین. نکته بعدیش که مهمه اینو لطفاً دقت بکنید. آدمایی که در وضعیت نیمه هوشیار اینجوری پای تلویزیون فیلم دارن نگاه میکنن، معنیش اینه که قشنگ ناخودآگاهشون بازه، حالا نه کامل، تا حد زیادی بازه. و چه اتفاقی داره میفته؟ به واسطه موسیقی خاصی که اون فیلم داره یه سری اطلاعات داره مخابره میشه، بسته به این که محتوای فیلم چی باشه، چه کلماتی داره گفته میشه. این فرد داره تو اون حالت ناخودآگاهی نیمه هوشیارش داره اینا رو میشنوه، یه نوعی هیپنوتیزم داره میشه، خودش داره خودشو هیپنوتیزم میکنه. بر اساس اینکه محتوای فیلم چی باشه، موسیقیش چی باشه، اینا میره قشنگ میشینه تو وجودش و میشه یه برنامه ذهنی. و اگه ما دقت نداشته باشیم در خیلی از مراسم، خیلی از جاها همچین اتفاقی داره میفته. ما یه چیزی رو داریم گوش میدیم، مثلا تو کلیسا آهنگ‌های مذهبی گذاشته میشه، وسطش یه اتفاقاتی میفته، یه محتواهایی هم بهش اضافه میشه. آهنگ‌های مذهبی نکته اساساً از نوت فا استفاده میکنن در موسیقی. نوت فا مال چاکرای قلبیه، آناهاتاس. قلب رو یه جوری باز میکنه، یک احساس صمیمیت، نزدیکی ایجاد میکنه، فرد احساس خودمونی میکنه. در نتیجه اون موانع، بریرها، دیوارهایی که کشیده بود بین خودش و جهان بیرون که حفاظت بکنه خودشو، خودآگاه اینجوریه دیگه، دیوار میکشه، ما ناخودآگاهمون رو حفظ میکنیم از حمله بیرونی با این دیوارها. اینجا که احساس صمیمیت میکنیم به خاطر اون نوت فا، به خاطر اون موسیقی خاص که روحانیه، قشنگ خودمون رو باز میکنیم
و بعد یه کسی داره یه چیزایی میگه. حالا تو ایران هم ما داریم، اسم نمیخوام ببرم که چه جور چیزی میتونه باشه، میتونید حدس بزنید. در اون شرایط خاصی که فرد احساس روحانیت و معنویت میکنه، خودشو باز میکنه، القاءاتی که داره در اون قالب واژه ها گفته میشه، خیلی وقتا میبینیم در کلیساها اینجوریه که شخص رو میبره به سمت اینکه احساس ناتوانی کنه. من قدرت ندارم، خدا اون بالاست، آماده است که انتقام بگیره ببره ما رو جهنم. من انسانم که قدرتی ندارم دیگه. این قشنگ میشینه به واسطه اون باز بودن و اون موسیقی و اون حرفا، پس من ناتوانم. کی میتونه منو نجات بده؟ اون کشیشی که اونجاست. جهنم و بهشت رو میفروختن دیگه، یادتونه دیگه، در قرون وسطا. و بعد به واسطه همین اتفاقاتی افتاد و اون پروتستان، شاخه پروتستان مسیحیت اصلا همینه دیگه، پروتست کردن، یعنی اعتراض کردن به این ماجرا. خیلی لازمه حواسمون رو جمع بکنیم و دوستان خواهشاً، خب چرا؟ کسی که میخواد بخوابه خب بره بخوابه دیگه، نه؟ خب چرا اینجوری داره فیلم رو نگاه میکنه؟ مگه مجبور آدم؟ خوابش میاد بره بگیر بخوابه. سر حاله میخواد فیلم ببینه که بتونه با آگاهی ببینه. حالا راجع به اینم میتونیم صحبت کنیم، فیلم دیدن رو چجوری انجام بدیم که نه تنها اسیر این داستان بشیم، بلکه این فرایندها رو در خودمون کشف کنیم. اون موقع وقت به یه آگاهی میرسیم. مثلا اون هنرپیشه یه کاری میکنه با یه لحنی موسیقی هم هست، یه چیزی تو ما میزنه بالا، همونجا میگیریم یقه خودمون که ببین من همین مشکل رو دارم با آگاهی. و بعد اگر که بتونیم به اون فاز ایکوانیمیتی برسیم، چی میشه؟ پالایش اتفاق میفته. یعنی با دیدن ما میتونیم فضای پالایش به وجود بیاریم، میتونیم فضای آلودگی بیشتر به وجود بیاریم اگه حواسمون نباشه. خب دیگه چی؟ برسیم به مانترا یا ذکر. همه اینا رو گفتم که به این نقطه برسیم که پس بنابراین ببینید که مانترا یا ذکر چقدر میتونه تکنیک قوی باشه. مثل یه دونه است که تو خاک کاشته میشه، بسته به اینکه چه دانه‌ای کاشته میشه، میوه متناسب با اون دانه در رفتار و منش و ارتعاشات ما میتونه به وجود بیاد. مانترا یه ارتعاشه، میتونه یه آوا باشه، میتونه یه جمله باشه، میتونه یه کلمه باشه که تکرار میشه در یه حالت خاصی. بعد از اینکه پالایش به وجود اومد، والایش به وجود اومد، زمین حاصلخیز شد، غنی شد، این دانه کاشته میشه و بعد میتونه معجزه بکنه. بسته به اینکه چه مانترایی داره تکرار میشه که اونو خب یه مربی، یه استاد میدونه به رهجو میده، دقیقاً میره میشینه اون بخشی از حوزه انرژیش که لازمه، اون بخش رو ترمیم میکنه و بعد این انسان یه انسان دیگه میشه. بعد از یه مدتی آدم ترسویی بوده، میترسیده بره امتحان بده، الان میره میشینه، بعد میبینه من نترسیدم، چی شد؟ میخواسته سخنرانی بکنه یه جایی، اصلا جرئت نداشته بره پشت تریبون، الان میره سخنرانی میکنه و خیلی چیزهای دیگه. اینجا هم مثل بقیه داستان، یعنی مثل کندالینی، مانتراها رو همینجوری میشه تکرار کرد، تأثیرات خودشو داره، اما اون مانترای خاص که به شیوه خاصی و در یه شرایط خاص قبلش پالایش شده باشه، والایش شده باشه، تأثیرات خیلی خاصی میتونه داشته باشه. پس همینجوری صرفاً اینکه یه چیزی رو برداریم بریم تکرار بکنیم کار نمیکنه. خیلی ها الان با این مانترا به نظر من که دارن شوخی میکنن، یعنی یه جور شوخی شده. نمیخوام واردش بشم، ولی خیلی ها دارن شوخی میکنن باهاش. نه تأثیر میذاره، ممکنه که تأثیرات بدی هم بذاره. اما به غیر از اون ساوند هیلینگ. ببینیم ساوند هیلینگ چیه. حتما این کاسه های تبتی رو دیدید. توی نپال
خب خیلی مغازه های زیادی وجود داره در مرکز شهرش، در اصطلاح داونتاون کاتماندو، مغازه های خیلی زیادی شما پیدا میکنید که از این کاسه های تبتی میفروشن. البته خب قابل اعتماد نیستن همشون، چون این کاسه ها باید فرکانس های خاصی رو ایجاد بکنه. چه کار میکنن با این کاسه ها؟ به واسطه ارتعاش خاصی که هر کاسه ایجاد میکنه، چون اینا با هم متفاوتن. مثلا اگر رو چاکراها بخواد کار بشه 7 تا کاسه است که اینا قطرش، موادی که توش استفاده میشه اندازش متفاوته، در نتیجه ارتعاشی که ایجاد میکنه متفاوته، در نتیجه میاد رزونیت میکنه با اون چاکرای خاص. و اگر کسی مشکل خاصی مثلا رو چاکرای 3 داره، 2 داره، 1 داره، بر اون اساس میتونه یه تراپی صورت بگیره. اون هیلر تشخیص میده که تو کدوم چاکرا مشکله، کاسه خاصش رو برمیداره. البته که باز اونم مقدمات داره، همینجوری نیست. و بعد به واسطه اون استیکایی که وجود داره که یکیش مثل همون چیزیه که تب زنا دیدید سرش ابر داره، یکی دیگهش هم یه مدلیه که روش نمد داره، اینا تاثیراتشون متفاوته. از اونا استفاده میکنه و به روش خاص اون چاکرا رو یا اون منطقه رو هیل میکنه. همه سلول های ما دارای ارتعاش هستن و همه سلول های ما سنسور دارن برای ارتعاش، متأثر میشن از ارتعاش. اگه ما بلد باشیم چگونه با این کاسه ها کار بکنیم، در نتیجه میتونه اتفاقات خوب بیفته. و این عکسی که من اینجا نشون دادم برای شما، اینجا این کاسه رو روی سر گذاشتم برای چاکرای ساهاسرارا و برای فضای سر. دوستانی که احیانا سوال میکنن راجع به ماژیک ماشروم، این آنچنان حالی میتونه توی سر ایجاد بکنه که دیگه احتیاج نیستش که ببینید ارتعاشه. عرض کردم چه اتفاقی میفته؟ ذهن به یه سکوت میرسه، به یه خلوت میرسه، به یه سکون میرسه، اینجوری میشه. این کاسه رو که میذارین رو سر، البته مقدمات داره. حالا الان احیانا برای مزاح عرض میکنم، یه کسی ممکنه این کاسه ها رو داشته باشه یا پس فردا بره بخره بذاره رو سرش، دنگ دونگ دنگ دونگ، ممکنه عصبی بشید اگر که درست انجام نداده باشید. در اون مدل خاصش ضربات بعد با یه ریتم خاص به یه نحو خاص زده بشه، یعنی یه کار حرفه‌ایه و بعد اون اتفاق میفته. من الان میبینم بعضی از دوستان دارن میخندن، احتمالاً داشتم فکر میکردن که خب بد نیست دیگه، به جای قارچ دیگه برای مزاحه ها، این بعد دیگه میدونیم چیکار بکنیم دیگه. این شبیه هم هست، قارچ که اینجوریه، اینم که اینجوریه، اینجوری میذاری رو سرت. خب من صحبتام دیگه داره تموم میشه، بریم ببینیم. یه سری تمرین من آماده کردم، در اصل 2 تا تمرینه. یه تمرین جذب انرژی پویاست و یکی هم مراقبه روی چاکرای 1 و 4 و 7 در حالی که دستامون توی آدی مودراست. حالا ببینیم آدی مودرا چیه. آدی مودرا رو بهش میگن ژست اولیه یا اولین، به خاطر اینکه نوزاد وقتی که به دنیا میاد، اگر که نگاه بکنید این حالتی که اینجا عکس رو من کشیدم، شستشو گذاشته تو، انگشتای دیگه‌ش اومده روش. اینجا البته نوشته آتی مودرا، آدی مودراست. چرا نوزاد این کار میکنه؟ نوزادی که تازه به دنیا میاد این خودش این کار میکنه، بهش یوگا که یاد ندادن. قبل از اینکه دنیا بیاد یکی بیاد مربی یوگا بهش بگه اومدی بیرون چیکار بکن. یه واکنش کاملا ذاتیه، تو ذاتش این هست، اینجوریه. بهش یه احساس امنیت و آرامش میده. در عین حال ظرفیت تنفسیش رو به خصوص تو قله ریه بیشتر میکنه. حالا این چیزایی که خدمتتون عرض میکنم میتونه تأثیرات آدی مودرا باشه روی یه فرد. اینجوری انجام میشه. شستتون رو میذارید داخل، انگشتای دیگه میاد رو. عرض میکنم خدمتتون، نشون میدم.
آرامش و ثبات ذهنی به وجود میاره، به خاطر اینکه روی چاکرای ریشه تاثیر میذاره که چاکرای ریشه میدونید امنیت به وجود میاره. حالا اون دوستانی هم که احیانا نمیدونن اشکالی نداره. اضطراب و استرس رو کم میکنه، ظرفیت تنفسی رو بیشتر میکنه، سیستم گوارشی رو بهبود میده. اینا بررسی شده، همینجوری نیست و باعث تقویت سیستم ایمنی میشه و به خاطر اینکه ساهاسرارا رو تحریک میکنه اون شفافیت رو، اون روشنی، اون آرامش رو به وجود میاره. یعنی نگاه کنید، خواستیم یه تجربه اکوانیمیتی داشته باشیم دیگه، بنابراین این مودرا داره داده میشه به شما که بتونید به واسطه موسیقی که گذاشته میشه که توش صدای همین کاسه تبتی هست، با این مودرا و توجهی که شما روی چاکرای 1، 4 و 7 میکنید بتونید تا حدی این رو جذب کنید. قبلش چیکار میکنیم؟ قبلش والایش. میتونه این والایش ما قبلش چی باشه؟ شیکینگ باشه، تخلیه. حالا پس یه 2-3 دقیقه شیکینگ میکنیم دیگه، همتون بلدید. 2-3 دقیقه شیکینگ، بعد تکنیک جذب انرژی، والایش و بعد آدی مودرا، موسیقی میذارم. کاری که میکنید اینه، وقتی که صدای این کاسه تبتی اومد، با هر صدا روی یه چاکرا، اولین صدا که اومد ذهنتون رو بیارید رو چاکرای 1. چاکرای 1 کجاست برای اون دوستانی که احیانا نمیدونن؟ بین دستگاه و تناسلی و مقعده، اون جایی که میشینیم رو زین دوچرخه، پرینه یا میاندورا، اونجا این میشه چاکرای 1. چاکرای 4 کجاست؟ دقیقاً وسط جناقه، مرکز جناق. چاکرای 7 هم فرق سره. پس چه کار میکنیم؟ همینجور که نشستیم آدی مودرا گرفتیم. حالا اینو یا من میرم یه ذره عقب‌تر، ببینید منو، دستمون رو یا اینجوری میذاریم این جلو، این پایین، حالا پایین‌تر ممکنه نبینید منو، این پایین اینجوری نشستیم چهارزانو در حالت مراقبه، یا اینجوری میذاریم یا میتونیم بذاریم رو زانوهامون، فرقی نمیکنه. قشنگ بگیرید، صفر نگیریدش، محکم نگیرید، همین در همین حد کافیه. خیلی احساس آرامش میده. برای کارهایی که میدونید تنش زیادی داره، میخواید برید انجام بدید، مصاحبه، سخنرانی، تست رانندگی، میتونید این کار رو انجام بدید با این موسیقی. موسیقی گذاشته میشه، اولین ضربه که زدن تمرکز شما رو چاکرای 1، دومی چاکرای 4، 3 اینجا. بعد که میخواید برگردید دوباره از 1 شروع میکنید، یعنی در اصل مسیر انرژی رو میخواید از پایین به بالا حرکت بدید. 1 4 7، دوباره 1 4 7، با هر ضربه 1 4 7. دوستان روشنه؟ توضیحات روشنه؟ بسیار خوب. اما الان برگردیم به بحثمون. من ببینم چیز دیگه اینجا دارم. خب نه، اینو میخوام بعد از اینکه این موسیقی رو گوش دادیم. تمرین‌ها رو متوجه شدید. الان من میخوام که به یه موسیقی گوش بدید. دوستان لطف کردن آماده کردن، ببینیدش. اسم این موسیقی شاید خیلیاتون هم دیدید، Love is All هستش، مال یانیه. موزیک فوق‌العاده است. در تاج محل انجام میشه، اگه دیده باشید. تاج محل هم که تو هند اونایی که رفتن میدونن، آگرا، اون عمارت تاج محل اصلا موضوعش موضوع عشقه. و صحبت هایی که این خانم داره میکنه مفهومش اینه، Love is all، عشق همه چیزه. و میگه که من در سختی های زندگیم، در اون طوفان های زندگیم کوتاه نمیام. نه، به هیچ عنوان کوتاه نمیام. یه جای خاصش میگه او نو، یعنی کوتاه نمیام، هستم. عشق کمک میکنه که بتونم پایدار باشم و ادامه بدم و فوق‌العاده زیباست. گوش میدیم. بعد از اینی که اینو گوش ببینیدش، هم بشنوید هم ببینید، هر دوشو. نمیخواد حالا چشماتون رو ببندید مراقبه بکنید، من میخوام که ببینید اصلا، چون میخوام احساس این خانم رو ببینم. این خانم خیلی لطیفه، حرکت دستشو که نگاه میکنید حس داره توش، مشخصه که اصلا با چه احساسی داره این شعر رو میخونه.
بعدش راجع به موناستیک لایف میخوام صحبت بکنم. یه واقعیت رو در مورد مانکا خدمتون عرض بکنم که این حس زمینه سازش میشه. الان نگاه کنیم ما داریم چیکار میکنیم؟ الان داریم از موسیقی استفاده میکنیم اما جهت درستش داریم استفاده میکنیم. برای اینکه مفهومی که بعد از موسیقی من میخوام بگم احتیاج به یه زمینه انرژیایی خاص داره که اون آدم بشینه تو وجودش. ما هم داریم استفاده میکنیم، استفاده درست ازش میکنیم، چه اشکالی داره؟ برای اینکه اون ارتعاش خاص بره بشینه تو وجود، بخشی از حس بشه، حسی بشه، نه صرفا یه سری اطلاعات تئوریک. دوستان لطف کنید بذارید.
Johnson. مطمئن هستم که حس خاصی الان براتون به وجود اومده. واقعیت همینه، همه چیز عشقه. همه این کارا رو ما میکنیم که اون بندهایی که در وجودمون اجازه نمیده عشق آزاد بشه، به بیرون تراویده بشه، برداشته بشه. و این عشق وقتی میاد بیرون صحنه‌های خیلی زیبایی ایجاد میکنه. خیلی زیبا. صحنه‌هایی که بعضن متفاوت از اون چیزی هستش که ما تجربه کردیم. مثلا در کار خیر. در کار خیر، کارما یوگا، خیلی وقتا اینجوریه که اون فردی که کمک میکنه نوع ارتباط اینجوریه که من کمک میکنم. یه حسی از یا رگه هایی از وابستگی چاکرای یک ممکنه وجود داشته باشه. اینا رو جز برنامه آینده منه که راجع به اثرات وابسته بودن در رفتارهای اجتماعی صحبت بکنیم، بشناسیم اینا رو که بعد بتونیم در خودمون کشف بکنیم. فکر نکنیم عاشقانه داریم رفتار میکنیم، فکر کنیم که شاید عاشقانه نیست، بذار پیدا بکنم ناخالصی هاشو، اونجایی که به واسطه وابستگیم دارم کاری رو انجام میدم اما فکر میکنم که من کار عاشقانه و خیر دارم انجام میدم. به این تصویر نگاه بکنید. این تصویر مانک ها رو نشون میده که پا برهنه حرکت میکنن، میرن توی روستاها و مردم روستا با یک حالتی از خضوع، تواضع به معنای واقعی به اونها غذا هدیه میکنن. تصویر بالایی رو نگاه بکنید، چهره اون آقای مانک رو نگاه بکنید. چی میبینید تو چهرهش؟ به خصوص تو چهره این آقا. و تصویر پایین رو نگاه بکنید. یه عده‌ای خانم نشستن، این خانم جلویی دوزانو نشسته و داره هدیه میکنه. بخشی از زندگی راهبانه یا بهش موناستیک لایف میگن، همینه که صبحهای زود راهب‌ها حرکت میکنن، پای برهنه، برای خودشون ظرفایی دارن حمل میکنن، میرن میرسن به روستاها و مردم روستا آماده هستن برای کمک کردن. بعضی از این افراد 30 سال هر روز دارن این کارو میکنن. 30 سال. نوع ارتباطی که اینجا برقرار میشه خیلی جذابه. کسی که کمک میکنه دوزانو نشسته، نه اینجاست. با یک حالتی از تواضع هدیه‌شو انجام میده و با قلبش، و بعد تشکر میکنه از اینکه فضا داده شده بهش برای اینکه بتونه این کمک رو انجام بده. و مانکی که این کمک رو میگیره تو چهره شما هیچی نمیبینید، حتی لبخند نمیزنه، تشکر نمیکنه. همه این کار تو سکوت برگزار میشه. مانکا یکی یکی میان رد میشن و بعد اونایی که نشستن، خب تعداد زیادی از این چیزا دارن، به هر کدوم یه تیکه میدن برای اینکه فقط به یه نفر نداده باشن این هدایاشونو. تشکری در کار نیست، حتی لبخندی هم در کار نیست. پس چی میشه؟ این چه وضعشه؟ یعنی که چی؟ چرا تشکر نمیکنن؟ مغرورن این آدما؟ نه. ببینیم وقتی که از یک کسی که هدیه میده تشکر بشه چه اتفاقی میفته. شاید حدس بزنید
کسی که لبخند بهش زده میشه در حین هدیه دادن تشکر ازش میشه، در فرصتهای بعدی شاید انگیزش برای کمک همین تشکره میشه. مشخص شدن، شاخص شدن در میون مردم که منم که دارم کمک میکنم. تشکر یه حس خوب واسش به وجود میاره. لبخند توجه داره میگیره و دفعه بعد شاید به خاطر اون لبخند و تشکر و شاخص شدن داره میره. نیتش خالص نیست. دفعه بعد راجبش صحبت میکنیم. وابسته است به یک حرکت، وابسته است به یک تشکر. اینا سالیان سال دارن این کارو میکنن، هیچ کس هم ازشون تشکر نمیکنه. دیدید قیافه اون آقای مانک رو؟ سکوت میاد میندازم میره، یه لحظه وای میسم میره. چهره اون آقای مانک چی رو نشون میداد؟ توضیح دادم. چه حالتی بود؟ بگید. ایکوانیمیتی، تعادل ذهن. چون او هم نمیخواد هیجان زده باشه، از او هیجانش تشکر بکنه که مبنای کمک بعدی باشه، چون اون وابسته نیست. کمک هر کی کرد، نکرد. اون با تنهایی خودش، نمیخوام بگم همه مانک ها اینجوری انا، روال اینجوریه. یه مانک با تنهایی خودش خوشه، کامله. فردی که کمک میکنه نیاز داره که از وابستگی هاش کنده بشه. اون مانک احتیاج نداره، چون اون خوشه، وصله. و ببینید چه اتفاق قشنگی میفته در اون حالت ایکوانیمیتی و تعادل ذهن. رابطه نه در سطح به صورت تشکر و لبخند و اینم بگه قابلی نداره در راه خدا، بلکه در یک عمقی اتفاق میفته. آن چیزی که از مانک داره اون لحظه ساطع میشه عشقه. عشق بی‌دریغه. دریچه قلبش به واسطه اون حالت ایکوانیمیتی بازه و بیشتر از هر کلامی داره با مخاطبش ارتباط برقرار میکنه، در یک عمق، در یک معنا. و این میره میشینه تو وجود اون فرد و اون فردم داره میگیره و همینه که دوباره میاد. خودش ممکنه ندونه کالای اصلی رو میگه. اون ایکوانیمیتی زمینه‌ای برای این نکته مهمه، عدم وابستگی همین فردی هستش که داره هدیه میده. چون اکت یا رفتاری که داره اتفاق میفته یعنی که ببین من دیگه وابسته به این مالم نیستم، مالمو دارم میکنم میدم. میشه استقلال، میشه عدم وابستگی. و چه چیزی داره واسش مخابره میشه از طریق اون مانک؟ دقیقا همین ارتعاش، ایکوانیمیتی، عشق رها. من ازت تشکر نمی کنم به خاطر تشکر من به من کمک کنی. فضایی به وجود میاد که اون آدم باز هم رهاتر بشه. این یه نوع کاملی از کمک کردن و کمک گرفتنه. چقدر خوبه ما یاد بگیریم. امیدوارم این حس الان در شما به وجود اومده باشه، نشسته باشه مفهومش چیه. تعجب نکنید اگر دفعه دیگه اگر حتی با شما یه همچین رفتاری شد، یه کمکی کردید از طرف یه کسی، تشکرم از شما نشد ولی اون کس در اون حالت ایکوانیمیتی بود، فقط به شما نگاه کرد. معنای این نگاه رو خوبه که متوجه بشیم چیه. نگیم چرا از ما تشکر نکردن. کارمایه‌ها اگه کسی میکنه برای چی کارمایه‌ها میکنه؟ مگه برای تشکره؟ اگه برای تشکر باشه که خب وابستگیه، پس ما داریم اینجا درس بدی میدیم. اما اگه به خاطر اینه که بتونه اون کوالیتی، اون کیفیت رو در خودش ایجاد بکنه، چون فقط اون فرد، اون مانک نیستش که اینو میده، هستی هم همین کار میکنه. وقتی که ما با تیب خاطر میکنیم از خودمون، دهش میکنیم، هدیه میدیم، چیزی که برای ما میمونه ایکوانیمیتیه. و ایکوانیمیتی یا همون تعادل ذهن یعنی کاهش رنج. پس ما داریم به خودمون کمک میکنیم کمتر رنج بکشیم، در قید نباشیم. امیدوارم که این حس
تونسته باشه به دلهاتون بشینه. حسی که تجربهش وقتی شما تو فیلد تو اون محل هستید خیلی خیلی زیباست. بعضن اشک دراره که با چه حسی اینا میان میشینن، با چه تواضعی هدیه میکنن. اجازه بدید که من اسلاید های باقی مونده رو نشون بدم. 2 تا کوچیکه، فقط میخوام برنامه آینده رو در اصل بگم که من با امید خدا در خدمتون خواهم بود برای اینکه دقیق‌تر راجع به تفاوت رفتارهای مبتنی بر عشق و رفتارهای مبتنی بر وابستگی با توجه به کارکرد چاکراها توضیح بدم و اینکه نقش رهاسازی در رابطه بین مربی و رهجو اونجا خودش یک داستان میتونه باشه، چون مربی همه هدفش اینه که رهجو رو ببره به سمتی که بتونه رها بشه. و خب هر چقدر ما آگاه تر باشیم از این استراتژی ها، اون موقع بهتر میتونیم تسلیم باشیم در مقابل پروردگار و در مقابل کسی که به عنوان مربی ما در کنار ماست. و یه مژده، امیدوار هستم که همونجور که عرض کردم امسال خودمون، حالا سال ایرانی رو میگم، هم بتونیم 2 مرتبه تور هند داشته باشیم. خدا رو شکر خوشبختانه توری که پارسال برگزار شد به همت دوستان که نمیخوام نام ببرم، هم تعداد افراد شرکت کننده بیشتر بود، هم خیلی کیفیتش خوب بود. بنابراین نگاه کنید، این یعنی عدم وابستگی. چون بعضیا همچین که اعلام شد فلانی نمیاد گفتن ای بابا، ولی خب انجام شد. هم کمی هم کیفی بهتر بود، خدا رو شکر. امسال هم ما امیدواریم که تورمون رو برگزار بکنیم در دسامبر و ژانویه و همونجور که عرض کردم کلاس گذاشته بشه. دعا بکنید که فضاش به وجود بیاد که این کلاس که عرض کردم، پالایش، کندالینی، حالا به مانتراش نمیدونم که برسیم یا نه، ولی امیدوارم که با هم دیگه بتونیم پیش بریم. بیشتر در کنارتون باشم. میسپارمتون به پروردگار و آرزو میکنم که بتونید تو این مسیر حرکت بکنید. این دانه‌ای که به همت دوستان، همه دوستانی که دستن در کار بودن، من اینجا رخ قضیه‌ام، اما یه تیم کار کردن تو مؤسسه، واحد فنی، تبلیغ، خیلی ها دست به دست دادن تا این اتفاق بیفته برای شما و دعاهای اساتید توی این مجلس بوده. بنابراین از همشون قدردانی میکنیم و میریم که بتونیم رهاتر زندگی بکنیم. خدا حافظ.